بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و گرامی قدر، انشاءالله قهرمان امروزه ما یار پیامبر گرامی اسلام حضرت عمیر بن سعد است که در درس گذشته ایام کودکی او را بیان داشتیم. امروز باشد قهرمانی هایی که در ایام بزرگیشان کردند. حضرت عمیر در شام در نبرد بودند که حضرت عمر رضی الله عنه او را به سوی خود خواندند به مدینه منوره. سبب در این بود که در یکی از ولایت‌های سوریه، در یکی از شهرهای سوریه که حمص نام داشت، حضرت عمر چند والی که میگذاشت، مردم حمص از اون والی شکایت میکردند و در نتیجه اون والی از کار گرفته میشد. لذا حضرت عمر بسیار هم فکر کردند که یک نفری را آنجا والی بگذارند تا اینکه مردم دیگر بر آن شکایت کرده نتوانند. و در فکر حضرت عمر رضی الله عنه همین حضرت عمیر ابن سعد آمد و او را نزد خود خواند و به او امر کرد که والی شهر حمص گردد. و حضرت عمیر آمدند به حمص و روز اول که اونجا رسیدند در مسجد نماز گذاشتند و در همان مسجد یک جمله های زیبایی را قرائت کردند، روزهای اول کاری خود. و ببینید که این جمله ها خیلی جمله های عجیبند، خیلی کوتاه گفته شده است، اما یک عالمی را در داخل خود دارد. یک خطبه خیلی کوتاه کردند، فرمودند که ای مردم، اسلام عزیز یک قلعه هست و دروازه او متین است. این قلعه عدل است و این دروازه گفتار حق است، حق را به حقدار رسانیدن است. و اگر هر قلعه از بین برده شود و دروازه او شکسته شود، حتما که اسلام، یعنی نظر به این قلعه گفتهشان اسلام بود، دیگر اسلام در اونجا باقی نخواهد ماند و هر کس از نزد خود هر چیزی که توانست میکند و میگوید. معنای این است دوستان گرامی قدر که این جمله که در هر دولت، در هر مملکت اگر عدل نباشد و گفتار حق و حق به حقدار نرسد، اونجا نمیتوان که گفت که حکم اسلامی است. این یک جمله کوتاه بود که برای همه امت هم درس است و خود حضرت عمیر در حیات خود این را نشان داد که یک والی شهر چگونه میتواند عمل کننده باشد. و یک سال وقتا که در حمص باقی ماند و والی حمص بود، برای خود چیز جمع نآورد از مال، بلکه یک خلطه داشت میگوید و یک آفتابه و یک کاسه که در آن طعام برای خود تناول میکرد، دیگر چیزی از مال دنیا جمع نکرد. و در مدت یک سال به حضرت عمر نامه هم نفرستاد و مال هم به آن روان نکرد. حضرت عمر رضی الله عنه گمان کرد که شاید دنیا حضرت عمر را فریبیده نباشد، فریفته نکند و یک نامه فرستاد که در حال بعد رسیدن نامه نزد من بیا. و حضرت عمر وقتی که نامه حضرت عمر رسید، بیرون شد از حمص و آمد به سوی مدینه و در راه خیلی زحمت کشید، زیرا با خود گفتیم در گذشته که به خود سه چیزی را داشت: یک خلطه‌ای که کمی در اون طعام گذاشته بود و یک کاسه داشت که بر اون طعام تناول میکرد و یک آفتابه که به اون وضو میگرفت و نماز میگذاشت. وقتی نزد حضرت عمر رضی الله عنه رسید، خیلی چهرهش دیگرگون شده بود، اثر سفر به او دیده میشد و موهایش دراز شده بود. حضرت عمر او را دیده شگفت انگیز شد و گفت که این چی است که تو با پای پیاده به اینجا آمدی؟ گفت بله امیر المؤمنین. گفت آیا اهل حمص برای تو سواره آماده نکردند؟ گفت نه امیر المؤمنین، آنها برای من سواره آماده نکردند و من هم از آنها این را پرسان نشدم. خلاصه حضرت عمر گفتند دویم باره وظیفه خود را در حمص رفته انجام بده، اما به عهده نگرفت. حضرت عمر گفت هیهات که من دیگر این وظیفه را به عهده نمیگیرم، الا که اگر برای من اجازه بدهی در یکی از دهه هایی که در اطراف مدینه بود آنجا رفته زندگی را دوام بدهم. و حضرت عمر برایش اجازه داد
و یک مدتی گذشت. حضرت عمر میخواست از این والی خود سنجش بگذراند. یک نفر رو فرستاد که در خانه وی مهمان شو، اگر طعام‌های زیبا دیدی چیزی برای من خبر بیار، اگر طعام که در خانهش نبود، حالش که وزنین بود، 100 دینار برای وی فرستاده بود، این را برایش هدیه کن. وقتی که اونجا رسید 3 روز در خانه حضرت عمر، این نماینده حضرت عمر مهمان شد و دید که غیر از یک نان جوین در خانه حضرت عمر چیزی پیدا نمی شود و در آخر همون هدیه حضرت عمر را به آن رسانید. در اول حضرت عمر قبول نکرد، اما همسرش گفت که اگر ما خود هم که استفاده نکنیم، برای اهل دهه خوب است که این را ما قبول کنیم و بر آنها برسانیم. و قبول کرد و تمام این مالها را به اهل دهه خود، به نفرانی که نیازمند بودند، به آنها رسانید. دوستان گرامی قدر، از این قصه چی میتوان برداشت کرد؟ ببینیم که در حیات صحابگان گرامی قدر هر حالتی را پیدا میکنیم. یک نفری که دنیا را قبول نکردند و با چنین حالت زندگی کردند و سربلندانه از دنیا رفتند، و دیگر نفری که حضرت عثمان و حضرت عبدالرحمن ابن عوف که مال داشتند و این مال را برای اسلام عزیز در ساعتهای ضروری هدیه نمودند. و هر نفری که امروز در عالم قرار دارد از مسلمان ها، حیات صحابه با آن مطابق است. یعنی اگر کسی نادار باشد، به مانند حضرت عمر میتواند که به خداوند نزدیک شود از ذکر و از طاعتی که حضرت کردند. یعنی فقر این نیست که یک انسان در خانهش مال نداشته باشد، بلکه فقر این است که یک انسان از خداوند دور شده باشد. درس دیگر این است که ببینیم این نصیحت حضرت عمر را که برای ما، برای تمام امت میخوانند که هر نفر، حتی پدر در خاندان یا یک نفر که بالای 10 نفر سردار است، باید از عدل کار بگیرد، زیرا عدل این قلعه اسلام است گفت، و از حق گفتن و حق را به حقدار رسانیدن که دروازه اسلام است. حضرت عمر گفتن استفاده کند، کار بگیرد. و زمانی که این اگر عدل در جایی که پایدار باشد و حق گفتن و حق را قبول کردن پایدار باشد، این دولت هم طولانی باقی خواهد ماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.